السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساخ سلامت هستین. برادرای عزیز، باور کنین دیگه چی گفتن من نمیدونم. این مصیبتی که به سر این مردم ما اومد، الله مهربان صبرشون تیا. این سیلی که تماشا کردم، باور که همین شهری وحدت، یعنی که همجا را به حد بسیار زده ده. الله مهربان صبر تیا. خداوند گذشتگانشون و تاریخ رحمت شایسته جنت کنه. انشالله که هر یک مصیبتی که این میویه ای بروزگی پروردگار انشالله با همه یا وستنوید می شود، همه یا خوب می شود. انشالله برادرها دعاگو باشین در حق ای برادرایی که نزدیکان خودشون رو از دست دادن. یعنی که ما خونه کرده میتونیم، ما همه کار کرده میتونیم، نو یعنی که پدر، مادر، فرزند این چیزا را کم ترک مشکل یافتنشون. برای همین قدر الله مهربان صبر جمیل شما تمام دعا میکنیم که خداوند صبرتون تیا. برادرایی که در این مصیبت دوچار شده این، الله مهربان این مصیبت از سر شما بگیره. خداوند هر یک و یک ما و شما را صبر تیا. خیلی از چیز پروردگار ما برادر عزیز هیچ کار کرده نمیتونه. من نگاه کردم نسام دل یک کانالچه‌ای که یک کانالچه‌ای که این قرقه نگاه کنم که چقدر جور میزنه، اصلا یعنی که جزیر میکنم. یا همشون از چیز پروردگارن، سنجش پروردگارن. برای اون قدر باید ما صبور باشیم، دعاگو باشیم. خداوند مهربان دعا میکنیم که وطن ما را آباد نگه بداره. برای که این وطن یک چیزی هست که یک گوشه قلب ما هست، یک گوشه ایمانداری ما هست. وطن بی وطن هیچ کسی. برای هم قدر الله مهربان وطن ما را نگه بداره. برادرایت که خواهر از دست دادین، مادر از دست دادین، برادر، پدر، فرزند از دست دادین، همدردی ما را قبول کنین. الله مهربانی مردم شهر وحدت خداوند صبر تیا. خداوند چندین جاهای دیگه هم زبدسته. خداوند مهربان او برادرایی که مادراشون از دست دادن، خواهراشون، زناشون از دست دادن، الله مهربان هم میور خدا جان صبر تیا. انشالله که ما دعاگویم خدا کند که چیزی که از دست ما بیاید انشالله میکنیم. خداوند همه تا نگهبان باشه برادرای